تو جامعه ما خیلی جاها دیدید طرف چرا مسجد نمیاد با مولوی قهر کرده، طرف چرا تشکیل نمیشه، یک جایی رفته تو جماعت یکی اخماش ترش کرده گفته دیگه تشکیل نمیشم، دیگه مسجد نمیرم. دیدی تا بال کسی با سهام عدالت قهر کنه، با یارانه قهر کنه، بگه آقا ما این همه ذلت باید بکشیم پشت صف باید واسیم، او این صف این طولانی تا با 1000 نکبت و ذلت به ما سهام عدالت بده، ما نمیخوایم سهام عدالت. این یارانه باید از این اداره به اون اداره بدوری، کفش آهنی پات بکنی تا آخر میخوان این شندرغاز پول به تو بدن، ما نمیخوایم این رو. دیدی تا بال کسی از یه اداره ارگان قهر کنه؟ نه. ولی از دین زود قهر میکنه، از مسجد قهر میکنه، از جماعت تبلیغ قهر میکنه. جناب مولوی جواب سلام ما رو دیر داده. یکی از دوستان یه مدتی دیدم مسجد نمیاد، چه خبره؟ از یکی از دوستاش گفتم الان 2 هفته است نمیاد، چه خبر شده؟ تو خیابون ظاهرا با ماشین رد میشده، به شما دست تکون داده، بوق زده، شما تحویلش نگرفتین. بعد گفته مولوی مسجد ما متکبره دیگه، من پشت سرش نماز نمیخوام. والا من متوجه نشدم، ما آدمیم، فکر ما یه جایی مشغوله، یه جایی فکر ما هم درگیره. والا من ندیدم، قصد جسارت نداشتم. بعدم رفتم اونو دیدم، جناب عذرخواهی میکنم، حالا حرف شما، من باید 6 تنگ حواسم جمع باشه به همه جا که یکی یک اشاره کرد و ما اشاره نکردیم و دین قهر میکنه. تو رو به خدا بیا. خب بعد شروع کرده باز آمدن به مسجد. چرا از مسجد قهر میکنیم؟ چرا از جماعت تبلیغ قهر میکنیم به بهانه‌های واهی؟ چون اینا برای ما اهمیت ندارن. بود نبود. چیزی که اهمیت نداره، چیزی که برای ما خیلی چیز بزرگی نیست، خیلی راحت میتونیم ازش بگذریم. ولی از سهام عدالت، از یارانه اصلا نمیشه گذشت. نه، اگه 100 تا فوش هم به ما بدن، ولی یارانه رو بدن. خب اصلا دولت برای چی بهش میگن دولت؟ چون هم دو هم لط. آقا این دولت هم دو بده هم لط، ولی یارانه بده، بهترینه.